همونطوری که گفتیم یکی از مشکلات عمده در ازدواج‌های ناپایدار اختلافات و تنش‌های مکرر و دائمی زوجین با هم دیگه هست. یعنی تو این زندگی‌های ناشاد بعضی وقتا زوجین سر مسائل عمده و مهم هم با هم دیگه دعواشون میشه. منتها تلاش برای حل کردن مشکل و حفظ آرامش پس از دعوا یه چالش خیلی مهمی هست که این زوجها باهاش روبرو هستن. بنابراین شما ممکنه که بعد از این که با همسرتون دعوا میکنید احساس تنفر یا عصبانیت رو نسبت به همسرتون داشته باشین، ولی بعد خیلی سریع سعی کنین که از شر این احساس خلاصی پیدا کنین و سعی کنین بعد اینکه آروم شدین خیلی مؤدبانه و محترم با همسرتون صحبت بکنین و راهکارهای احتمالی برای حل مشکل رو ارائه بدین.